امروز 23 سپتامبر سازمان حقوق بشری ارک ساید ایونتی را برای صحبت در مورد شرایط حقوق بشری ملیت‌های قومی در ایران برگزار کرد. در این ساید ایونت نمایندگان گروه‌های مختلف ملیت‌های قومی در ایران از قبیل کرد، بلوچ و آذربایجانی‌های ترک حضور داشتند. ما در اینجا با آقای بلاده‌ای هستیم به منظور صحبت در مورد این ساید ایونت و همچنین مسائلی که در اون مطرح شد و اهمیت این دست از رویدادها. ممنونم آقای بلاده‌ای. تشکر، خیلی ممنون. منم از ژاله عزیز و همینطور از سازمان ارک و دوستانی که در اونجا کار میکنم تشکر میکنم که این ساید ایونت رو ترتیب دادن. همونطور که گفتین این ساید ایونت خب در رابطه با وضعیت حقوق بشر و نقض حقوق بشر به ویژه در رابطه با اقلیت‌های ملی در ایران بود و مسلماً خب و این جالب بود که مثلا در این خب حداقل 3 تا از گروه‌های ملی که در ایران هستند و تحت ستم هستند شرکت داشتند و این گونه خوبی این ساید ایونت این بود که تعداد زیادی از گروه‌های متفاوتی که علاقمند به مسئله حقوق بشر هستند و حداقل نماینده برخی از کشورهای اروپایی هم میشنایشون کسایی که اینجا به عنوان نماینده دیپلماتشون هستند در این جلسه اومده بودند و این نشان میده که مسئله ملیت‌ها در ایران در واقع به شکلی با توجه به جنبش‌های متفاوتی که در اونجا بوده برای حقوقشون و در این شرکتشون در این جنبش زن زندگی آزادی هم نتیجه داده که جهان متوجه شده که ایران در واقع یک کشور یک دست، یک ملت و یک زبان و یک مذهب نیست، بلکه ملتی هستش بر اساس کثرت ملی و در اونجا هیچ کدوم از ملت‌ها اکثریت رو ندارن بلکه همه در جای خودشون اقلیت هستند و این مثلا موضوعی که در ایران برخی هم مطرح میکنن که در ایران مثلا حتی دولت جمهوری اسلامی یا دولت شاه هر دوتاشون مواضع بستن در آمارایی که به سازمان بین‌الملل میگن 51% مردم ایران فارس هستن، یعنی اینو به اصطلاح از در خودشون بقبولانن که در ایران وقتی که یک ملتی 51% هستش پس اون حق داره که زبان اون، فرهنگ اون، تاریخ اون و اساساً کلاً حاکمیت مال اون باشه، در حالی که اگر همچین چیزی باشه نه 51% بلکه 61% هم باشن. مثلا همه میدونیم که آلمانیا در سوئیس بالای 60% هم هستن، از 50% هم بالاترن، بالای 60% هم هستن، ولی این حقو به خودشون نمیدن به فرانسویایی که مثلا شاید کمتر از 20% هستن یا ایتالیایی کمتر از 5% هستن زبان و فرهنگ و تاریخ خودشون رو تحمیل بکنن، چون یک جامعه بر اساس کثرت هر کسی، همونطور که در رابطه با هر کسی خانواده من تاریخ خودشو داره، خانواده شما تاریخ خودشو داره، هر کسی رو باید در جای خودش احترام گذاشت، نباید گفت که مثلا تاریخ خانواده من مثلا مال خانواده بقیه هم باشه. یک مشکلی ما در ایران نداریم این هستش و این مسئله خیلی مهمی هستش که در این جلسه مطرح شد و به ویژه نقض حقوق بشری که در اونجا میشه و در رابطه با بلوچستان خب مسلماً حالا شروع مدارس هستش، یادی از کودکان بلوچی که امکان تحصیل رو نداشتن و اصلا پدر و مادرشون نمیتونن فکر بکنن اونا رو به مدرسه بفرستن چون اولا خیلی امکانات ندارن و یک مسئله مهمتر اینه که خیلی اصلا شناسنامه ندارن، این اساسا خانوادهشون هیچ گونه ارتباطی با جامعه ایران ندارن و دولت ایران سعی میکنه که مردم بلوچو به هر شکلی عقب نگه داره و سعی میکنه که مثلا این خودش هم یک سرکوبه، یعنی وقتی تو بچه‌ها رو نگذاری بره مدرسه امکان مدرسه ایجاد نکنی در واقع این جنایت علیه بشریته، این نسل کشیه.